26 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز صدیروف اصل‌دین سال تولدش 1984 ساکن نوده فرخور هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در روی اتومبیلگرد دهه خرمزمین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ میرزایف عبدالرحیم سال تولدش 2011 ساکن نویه دنقره را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ میرزایف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه خوولینگ عریضه زنی 41 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 27 دکبر سال 2022 تقریبا ساعت 00:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به مغازه خوراکواریش در آمده از آنجا محصولات خوراکواری را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 21 و نابالغ 17 ساله ساکن امین نویه صادر نمودند. اوید به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی نویه 5 در اساس عریضه‌های ساکنان نویه شهروندان کریموف صدبرگ، شادمانوف فرشته، یونسوف خوشوقت، نوروف بلجان و دیگران اوید از جانب شخصان نامعلوم به طریق پنهانی دزدیده شدن مبلغ‌های پولی، محصولات خوراکه، مسائل ساختمانی، اسباب‌های برقی و دیگر اشیاءهای روزگارشان ضمن پیشبرد کارکردهای اپراتیوی جستجویی یک نفر ساکن نوحه مذکور را همچون گمانبر در صادر نمودن سلسله دزدی‌ها دستگیر نمودند. شهروند زاید و فخرالدین سال تولدش 1989 استقامت کننده جماعت شهر 5 نوحه 5 که قبلا با جرم دزدی سوب شده و فرصت نچندان زیاد است که به آزادی برآمده است، باز چند است در حدود نوحه مذکور به دزدی مال و ملک شهروندان دست زده است. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که او در 7 حالت به جنایت دزدی دست داشته و به شهروندان ضرر مالوی رسانده است. در حالت رسیدیوی به جرم خفناک صادر گردیدن جنایت از جانب گمانبر زاید و فخرالدین جرم او را در نزد قانون وزن‌تر نموده و این نفر جنایت پیشه را میباید بهای کردارهای صادر نموده‌اش را پردازد. این زمان نام برده در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش به ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.